دین خود مفید واقع شیم، دین بدنام نکنیم. بعضی وقت با رفتار خود دین خود بدنام میکنیم در سطح جهان و اجنبی از این نفع میبره و اعلان میکنه، کلان نمایی میکنه، اقتداد مشتاق است که مسلمان شوه، دلش گرفته زندگی غیر انسانی، غیر اخلاقی، زندگی حیوانگونه دلش گرفته میخواد مسلمان شوه. تا از موتو کسادت بعد در اصلا کلان میکنه که به توبیم نمیخوایم مسلمان شوه. اگه آرام بودیم خلاقیت میتونیم، رشد میتونیم، درس خوانده میتونیم، پیشرفت میتونیم، تمدن خود ساخته میتونیم. اگه امنیت نبود کلی چیزا از دست ما میره، مثل ما و شما دیدیم دیگه که چی نبود از دست ندادیم. آبروی خدا، عزت خدا، هموطن خدا، معدن خدا، آب خدا، خاک خدا، یورانیم خدا، کلی چیز از دست داده رایستیم. دین خدا، بعضی هموطنای ما رفتن خارج از دین میگردن. چرا از سایه موتو دور میشه؟ موتو منیس یک بزرگ باید جمعش کنیم دور خود.